توسط کورای داخلی شهر دوشنبه روز 30 اپریل سال 2024 از بازداشت سه راننده ماشین‌های BMW برای خودنمایی هنگام حرکت گروهی واسطه‌های نقلیات در جریان اشتراک در مراسم توی خبر داد. دو ماشین BMW رقم‌های به قبل کورتای 1000 و 1111 داشته، رقم یکی دیگرش 0746 خاکسارانه بوده است. ملیسه پایتخت تاجیکستان میگوید متاسفانه برخی از رانندگان عادی‌ترین قاعده‌های حرکت در راه را رعایت نکرده باعث خلل‌دار گشتن نظم و ترتیبات می‌گردند. به گفته ملیسه مخصوصاً ضمن اشتراک در مراسم عروسی و دامادی در بیشتر موارد رانندگان واسطه‌های نقلیات حرکت گروهی را تشکیل نموده در برابر راه ماشینگر را پورا بند کردند، همزمان حالت سونی تنبشوی واسطه‌های نقلیات را به وجود آورده باعث ناراضگی دیگر اشتراکچیان حرکت در راه می‌گردند. از جمله صحنه 27 اپریل سال 2024 ضمن سنجش از جانب کارمندان ملیسه معین کرده شد که در کوچه اوفیس شیروزی رانندگان سه ماشین طبقه BMW ضمن اشتراک در مراسم توی حرکت گروهی تشکیل نموده راه را پورا بند کردند، برای حرکت دیگر واسطه‌های نقلیات مانع ایجاد کردند. از جانب کارمندان ملیسه هر سه راننده بازداشت کرده شدند. اینها راننده اتومبیل طبقه BMW رقم‌های قید دولتیش 1000 HD01 رامونوف محمد جان، سال تولدش 1988، استقامت کننده شهر دوشنبه، کوچه بورباد. راننده اتومبیل طبقه BMW رقم‌های قید دولتیش 1111 AT01 جورایف اقبال، سال تولدش 2002، استقامت کننده شهر دوشنبه، کوچه اسپیچک 2 و راننده اتومبیل طبقه BMW رقم قید دولتیش 0746 می01 قادر و فیروز، سال تولدش 1988، استقامت کننده شهر دوشنبه، کوچه میر می باشند. وابسته به حالت مذکور نسبت نامبردگان طبق طلبات ماده 328 کودکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پروتکل‌های مأموری ترتیب داده شده، هر کدام را به اندازه 5 نشان دهنده برای صبح، یعنی به اندازه 360 سومونی یا بیش از $30 جریمه بستند.